این همون سند وکالتی خودروهای گرجی هستش. این بین کدیه که همیشه در موردش صحبت میکنیم. قابل دسترسی برای اشخاص عادی نیست. زبان اصلی گرجی برای وکالت و دفترخانه گرجی برای انجام امور با مهر اصلی، امضای اصلی که به تایید سفارت ایران در گرجستان بلوغ میشه. مدارک اساسی دیگه 2 نسخه اقرارنامه و تعهدنامه هستن که توسط راننده خارجی تفویض اختیار به صاحب ایرانی میشه. اینجا یک نمونه رو داریم که حتی ترجمه شده و مهر دفترخونه پای برگه ها موجوده. کارت اصلی ماشین هست. به زبان اصلی باید باشه، از جنس لامینت باشه، در تمام کشور یک رنگ واحد داره. داخل این شماره شاسی و شماره موتور خودرو نوشته میشه. کد QR قابل اسکن داره. با این کد باید حتما 100% تطبیق داشته باشه و مالک ایرانی هم اینجا عنوان میشه. این کارت مشخصات وسیله نقلیه خودرو هست که بعد از ترخیص خودرو از گمرک ورودی به دستور مدیر گمرک خودرو وارد پلیس راهور منطقه میشه و این کارت با مشخصات خودرو به صورت هولوگرامدار صادر میشه. همیشه این سوال برای کاربرا وجود داره که آیا این خودروها بیمه میشن یا نه. چون خودروی خارجی هست دلیل بر این نمیشه که این خودروها بیمه نشن. این برگه بیمه نامه هست. ما احتیاطاً یک چند روز رو همیشه اضافه از تاریخ اعتبار پلاک میزنیم که قابلیت حمل و جابجایی جهت ورود به گمرک و تمدید مجدد رو داشته باشه. بیمه نامه شخص ثالث و بیمه بدنی.